سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز شنبه 11 اوگوست همراه شما. دادگاه عالی تاجیکستان با حکم زندانی زید سایدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته 3 سال دیگر اضافه کرد. در مجموع حکم زندانی زید سایدوف و 29 سال برابر شد. زید سایدوف را که سال 2013 به 26 سال زندان محکوم شده است، روز 11 اوگوست به سوء استفاده از مقام، تصرف پول دولت و سرپیچی از پرداخت مالیات گناهکار دانستند. آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان زید سایدوف را به این جنایت‌ها گناهکار کرده است، هرچند خودش این اتهامات را بی اساس می‌داند. دادگاه دوشنبه همچنین امر داد که از حساب مصادره اموال زید سایدوف از او 34 میلیون سومانی یا بیشتر از 5 میلیون دلار ستانیده شود. وکیل دفاعش حکم دادگاه را ناعادلانه خواند. حکم مثل آن حکم پیشینه ما غیر قانونی به اساس‌های کافی قانونی می‌حسابیم و نصیب باشد از روی آن باز شکایت اساسی. زید سایدوف را سال 2013 بعد اعلان عزمش برای تأسیس یک حزب نوی سیاسی در تاجیکستان به جوابگری جنایی کشیدند و از این رو طرفدارانش پرونده‌های وزیر سابق صنعت را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. گروهی از داوطلبان ناراضی و والدان آنها روز 10 اوگوست با طلب اعلان نتیجه امتحان در نزد مرکز ملی تستî تاجیکستان جمع آمدند و با ماموران میلیسه هم کشمکش کردند. بعضی از داوطلبان با ناراضگی از نتیجه امتحانات سپردهشان خواستند به مرکز ملی تستî وارد شوند و نتیجه ها را خودشان ببینند، ولی ماموران میلیسه مانع ورود آنها به مرکز شدند. داوطلبان میگویند به نتیجه اعلان شده باور ندارند. مقامات مرکز گفتند هر کس که فکر میکند نسبتش بی‌عدالتی شده است میتواند رسما و با عریضه مراجعت کند. از حدود 67,000 داوطلبی که امتحان سپردند، تقریبا 51,000 نفر آنها امکان ورود به دانشگاه‌ها را دارند. بنا به گزارش‌ها، مقامات انتظامی کӯلоб به ضد 20 افسر و سرباز پایگاه روسیه در تاجیکستان با اتهام ویران کردن نظم و ترتیبات پرونده باز کردند. یک منبع در مقامات قدرتی کӯلоб بر رادیوی آزادی گفت بعضی از این افسران به سنگباران یک بیمارستان و بدرفتاری با چندی از جوانان محلی متهم می‌شوند. افتتاح این پرونده ها در حال است که روز 28 ایول در شهر کӯلоб بین گروه از سربازان روس و جوانان این شهر مناقشه برخاست و از هر دو طرف چند نفری زخمی شدند. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند عاملان قتل خونسردانه اهل یک خانواده در ولایت سوغد را آشکار و دستگیر کردند. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی سوغد روز 11 اوگوست در نشست خبری در شهر خوجند گفت خانواده بابایف ها ساکنان ناحیه باباجان غفوروف را که جواهرات می‌فروختند برای غارت پولهایشان کشتند. احمد خوجه بابایف و حیات خان بابای و او 3 فرزند آنها را 3 عضو آیلای رحمتوف ها که به جنایت‌های دیگر نیز متهم می‌شوند کشتند و خانه‌شان را آتش زدند. گنرال تاجیک همچنین گفت سالی گذشته هم 44 کشتار شده بود، همش کشاده. یکم جنایت نکشاده نمونده ایستاده است. ما همه قوا را روانه کرده ایستادیم که جنایت‌هایی که سالهای پیشین صادر شدن اینا را معین و دستگیر کنیم و حقوق و منفعت‌های پایمال‌گردیده شهروندان را برقرار کنیم. کشتار پرسر و صدای خانواده بابایف ها در 2 سال پیش ولایت سوغد را تکان داد و یک گروه مخصوص به تحقیق این حادثه مشغول بود. محمدروزی اسکندرов رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان گفته است یکی از خطاهای اساسی حزب آنها در سالهای 90 رفتن از پس حزب نهضت اسلامی بود. محمدروزی اسکندرов در مصاحبه کتبی به رادیوی آزادی نوشت سیاست پیشگرفته حزب نهضت درست نیست، چون که به گفته اسکندرov آنها به افراد تکیه می‌کنند که به قول اسکندرov نظر و موقعشان کاملا راست یا چپ است و افراد با نظر معتدل را قبول ندارند. رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و رئیس سابق شرکت تاجیکگاز که در زندان در دوشنبه به سر میبرد با گناه سوء استفاده از مقام و تروریسم به 23 سال زندان محکوم شده است. خودش میگوید که بیگناه است. نمایندگان حزب نهضت اسلامی به این بیانیه محمدروزی اسکندرov واکنش نشان ندادند.
در شهر خوجند مرکز ولایت سوغد رهبران ولایت با 120 ورزشکاران نامی در منطقه ملاقات کردند. در روز ورزشکاران که هر سال 11 آگوست تجلیل می شود، همچنین به 54 ورزشکاری که به دستاورد نایل شدند یا جایزه به دست آوردند از 500 تا 2000 سامانی هدیه دادند. نظیر قهاری معاون رئیس ولایت سوغد ضمن ملاقات گفت امسال ورزشکاران سوغدی در 22 مسابقه بین المللی شرکت کردند، 17 نشان طلا گرفتند و 11 نفر دیگر برای شرکت در بازی‌های المپی سال آینده در برزیل آمادگی می‌گیرند. ورزشکاران که از ولایت سوغد روخت با بازی‌های المپی می‌گیرند و جوی یکم کسی که جوی یکم می‌گیرد سه خانگی خانه داده می‌شود و یک اتومبیل سبک‌روی خارجی با شخصی که جوی دوم می‌گیرند توفیق داده می‌شود دو خانگی و شخصی که جوی سوم می‌گیرند یک اتومبیل قیمتی که نرخش تو $20000 می‌ایستد و این خیلی وعده کردگی است. از این پیشتر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داد با آنهایی که در بازی‌های المپی نشان طلا به دست می‌آورند 300,000 سامانی جایزه داده شود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن‌های همراه.